کرامت صادق و مالک شرکت ازیاتور از روی بحث پولی سال 2016 با شرکت چینی لنخوآ بازداشت و به تعقیبگاه موقتی آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان انتقال داده شد. در نسبت او از روی 2 ماده کادکس جنایی پرونده باز و تفتیشات شروع شده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 26 فوریه به رادیو آزادی گفت صاحبکار کرامت صادق و روز شنبه 24 فوریه بازداشت شد و در نسبت او با 2 ماده کادکس جنایی قلابی در حجم مخصوصاً کلان به تقلبکاری سندهای حقوقی عیب اعلان کردید. این منبع افزود کرامت صادق و بر اساس عریضه شکایتی مالک شرکت لنخوآ و مرکز فرهنگ خطای در تاجیکستان جنخوآ بازداشت شده است که رهبر شرکت ازیاتور را در تقلب حجت و از دست رفتن کارخانه استخراج سرمش با ارزش $1,000,000 عیبدار کرده است. خیرالله سفروف، یک حامی حقوق بشر، در رابطه با این بحث به رادیو آزادی چنین گفت: عریضه نوی جنخوآ درباره دزدی ملکش تکنیکای امینو با دزدی کردن قبلا 14 مارس سال 2016 نسبتش با علامت ماده 340 قسم 2 و 247 قسم 4 خود متسو پرانه جنایتی آغاز شد. اما بسبب از عامل و کارگین اندازه با عریضه نوی جنخوآ درباره دزدی ملکش تکنیکای امینو با دزدی کردن بعد با همین حالت قلابی و مشکلی بررسی کردن، همین حالت کتی محکم کردن. طبع منابع نزدیک به صاحبکار چینی میگویند جنخوآ که در تاجیکستان از او اصلا باریا نام میبرند، میگویند بعد شکایت 2 سال قبل او با آژانسی ضد کروپسی مورد فشار قرار گرفت و تاجیکستان را ترک کرد و تا حال در چین با فعالیت صاحبکاری مشغول است. و در یک صحبت قبلی به رادیو آزادی گفته بود که کارخانه استخراج سرمه را با خرج $1,000,000 بنیاد کرده بود. به ادعای جنخوآ رهبر ازیاتور یک شرکت کارشریکش با تقلب چند حجت کارخانه و چندی از مالکیت دیگری او را گرفته است و همکنون کارخانه او در گرو درمانده است. به تاکید جنخوآ مالکیت او توسط یک نقشه قبلا تحریزی شده میان یک شرکت و بانک صورت گرفته است. به گفته او کرامت صادق و نام تاجر تاجیک مالکیت شرکت ازیاتور است با یک مکتوب کفالتی تقلبی از آریان بانک نزدیک به $1,000,000 سامانه قرض گرفته آن را برنگردانده است. در نتیجه بانک پرداخت قرض این شرکت را از صاحبکار چینی جنخوآ طلب کرده است. این صاحبکار چینی گفت 2 سال باز گرفتار بحث‌های دادگاهی با کرامت صادق و مالک شرکت ازیاتور و آریان بانک است که قرض گرفته‌اش را بازپس داده نتوانسته است. پس از بحث‌های طولانی در دادگاه اقتصادی دوشنبه و دادگاه عالی اقتصادی، مالکیت مربوط به این صاحبکار چینی نخست حبس و بعداً به گفته جنخوآ با نرخ 10 برابر ارزان به کرامت صادق و فروخته شده است. اما خود کرامت صادق و صاحبکار تاجیک در صحبت قبلیش با رادیو آزادی این ادعای صاحبکار چینی را کاملا رد کرده بود و گفت برعکس او از همکاری با این صاحبکار زیان دیده است. کرامت صادق و چنین سوال گذاری میکند که مگر با حجت تقلبی میشود از بانک قرض گرفت؟ حالا بانک ها به حجت $1,000 قرض نمیدهند، کجا رسد به $1,000,000 سامانی؟ این کشمکش دادگاهی باعث به قطع شدن فعالیت کارخانه و بیکار ماندن 130 کارگری شده است که از 1500 تا 2000 سامانی معاش می گرفتند. خانم صادقه میگوید واقعا کارخانه بیکار خوابیده است و اگر این صاحبکار چینی قرض او را در نزد بانک با فائز و جریمه هایش پرداخت کند، آماده است کارخانه را به او بازپس دهد. در همین حال جنخوآ میگوید اگر در تاجیکستان مناسبت به سرمایه گذاران خارجی به همین منوال ادامه کند، سرمایه گذاران دیگر حاضر نمی شوند به اقتصاد تاجیکستان مبلغ گذاری کنند.